بسم الله الرحمن الرحیم. قصه به شما نقل می کنم. وقتی که خودم خوندم خیلی دلگیر شدم و خیلی هیجان بخش بود و خواستم که آن را به سمع دیگر دوستانم و شنوندگانم رسانم. مادر بیمار می شود و ساعت 12:30 شب پسرش نزد بالین مادر می آید و می شیند. مادر با رنگی زرد و با نگاهی با رحم به فرزندش می نگرد. با آواز خسته و لرزانش می پرسد: چی شد پسرم؟ چرا خواب نیستی پسرم؟ می گوید مادر: از آواز نالیش شما خوابم نمی برد. اگر علاجش باشد آچه جان، پس نالیش کنید. کمی من و کلین و نبیره هایتان خواب کنیم. سحر من کاری دولت می روم. زنم از پس شما می دود. نبیره هایتان مکتب می روند. مادر با چشمان اشکالود: مایلش پسرم، به حضور خواب کنید. پسر خوابی خوش گفته به خانه خوابش می رود. به حضور خواب می کند. سحر از خواب خیسته نزد مادر می آید و پیش مادر می شیند. آچه خیزید، روز شد، نهاری کنیم. می گوید. مادر باشد بر وقت جان را به حق تسلیم کرده است. پسر داد می گوید. همه آمده پس از چند ساعت مادر را به خانه آخرت می برند. وقتی که بر می گردد، همسرش به او مکتوب دراز کرده می گوید: این را از تگی سری مادر یافتم. پسر مکتوب را گشاده می خواند. نوشته شده است: پسرم، جانم، هستی دنیایم، بود و نبودم، مرا ببخش که امشب تو را ناراحت کردم. همراه زن و فرزندانت نماندم که خواب کنید. اما جان آچه زمان تو خرد بودی. مرا هر زمان گریه کرده از خواب بیدار می کردی. من باشم با مهربانی و الله های شیرین تو را تا سحر خواب می کردم. از همه تو را بالا می دانستم، چون جانم دوست می داشتم و دوست می دارم. نمی موندم که به پایت خار خلد. اگر بیمار می شدی تا سحر دکتری تو می شدم و بالای سرت می نشستم. باز روز می شد، از پس کار خانه، گاو و مال، روبوچین، نان پختن و لباس شستن. یک بار هم اوف نگفتم، تو را نرنجانیدم. اما امشب از سبب پیریم بیمار شدم و تو را ناراحت کرده خواب کنی نماندم. اکنون فهمیدم که تو کلان شده ای. دیگر احتیاج به منی پیر ناتوان نداری. پسرم، تا امروز از خداوندم برای تو همه چی را طلب می کردم و امشب باز از الله آخران طلب را برای تو دارم که جانی مرا گیرد و تو را دیگر ناراحت نکنم. خدا این خواهش مرا به درگاهش کاش قبول کند. پسرم، با دعای همیشه نیک، مادرت. پسر بعدی مکتوب را خواندن فهمید که همه چیزش را از دست داده است. سوی آرامگاه مادر خواب بوده دوید. بالای قبرش داد و فریاد کرد. بخشش می پرسید. اما فایده نداشت، چون که دیگر مادر خاموش بود. جواب نمیداد. این درس تربیه برای هر یکی ماست. انسان چنین است، تا نعمتش گم نشود به قدرش نمی رسد. امروز اکثریت بالای سرش مادر دارد، اما
درک نمی کند نفری را که از این گنج بی بهره است درد بیمادری را نمی فهمد و حتی تصور کرده نمی تواند. باقی قضاوت از جانب خودتان. هر یکی ما بهشت می خواهیم ولی آن جنت را از زیر پای مادرمان نمی جوییم. الله از خطاگی ها ما را ایمن دارد و به راه راست هدایت نماید.